سلام حاج خانم، پادردتون چطوره؟ بهترید؟ هر وقت از اون آش خوشمزه ها درست کردید منم صدا کنید ها. نگران منم نباشید، اینجا همه چی خوبه. به حاج آقا و بچه ها سلام برسونید، حلالم کنید. دمت گرم مامان که هوامو داشتی، دمت گرم که دعا میکنی، خیلی دوست دارم. عزیزم سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. میبوسم دست تو، مراقب خودت باش خیلی. مادر عزیز و مهربانم، متشکرم که همیشه در کنار من بودی. فداکاری کردی تا بتونم به همه آرزوهام برسم. تو بهترین مادر دنیا هستی. سلام مامان نازم، چند وقت خیلی ازت دور بودم، خیلی نتونستم بهت سر بزنم، ولی میدونم چقدر زحمت کشیدی، چقدر تلاش کردی واسه اینکه من اینجا باشم. خیلی دوست دارم مامان خانم، دوستت دارم. مامان صبورم، دوستت دارم عشق من.